عضوها با یکدیگر هماهنگی دارند، پیوستگی دارند. پس بیزنس همچون ارگانیسم است و مثال ارگانیسم است. میخواهیم که همین خیلی سیستم ها را در داخل تجارت داشته باشیم. به مثال همین ها تجارت ما سیستم داشته باشد. پس چی باید کرد؟ ما گفتیم سیستم 7 دپارتمنتی مهمی بیزنس است، درست؟ 7 دپارتمنت مثل سیستم عضوهای بدن است. تصور کنیم که همین تجارت بیزنس عبارت از 7 عضوی مهم است که با یکدیگر پیوست هستند. یک تای همین عضو همین دپارتمنت کار نکند، حتما تاثیر دیگرش در دیگر دپارتمنت ها میرسد. بیاین که ببینیم این کدام دپارتمنت ها هستند. بله، ما هم سبب جمع شویم در همین جا بود که حاضر ما نو موتور ماشین گرم کردیم ولی درس سر نکردیم. ما 2 روز چی خیلی همین 7 دپارتمنت در داخل تجارت عملی کردنش صحبت می‌کنیم. یعنی 7 دپارتمنت بیزنس ما برای چی مثال ها قطعی میاریم فهماتر شود. مثال آناتومی ارگانیسم میگیم، که ما باید در آناتومی بیزنس صحبت میکنیم. این آناتومی بیزنس با مثال ها میاریم. ببینید 7 دپارتمنت اگر تصور کنیم که مثل اگر ارگانیسم باشد، پراداژ مارکتینگ این چشم و گوشی مقصد بیزنس است. تمام اینفورماسیون معلومات از بازار توسط عدل مارکتینگ و فروش به شرکت میاد. در بازار چی گپ رفته است؟ کنکورنس چی گپه؟ چی وضعیت هست در بازار؟ کدام محصولات ترند رفته است؟ کدام محصولات خدوایی؟ کدام کانال های فروش از مقصد اهم پریبل نیان؟ کدام نیشه؟ کدام سفره؟ همه همین معلومات ها توسط عدل فروش و مارکتینگ با بیزنس وارد می شود. این به مثال چشم و گوشی بیزنس عدل مارکتینگ. استراتژی و مشتبه رو یک دپارتمنت دیگر به مثال ببین اینا ما در این خیلی فایل فهمانه. این 7 دپارتمنت چی است؟ کدام است؟ این 7 دپارتمنت مهمی داخل دلخواه تجارتی است که هر یک صاحب کار در همین شعبه ها و دپارتمنت ها داشتن علم، ملکه کاری، تالنت کاری، فهمیش داشتن در همین 7 اسفره به نهایت مهم است. پراپوسکت شدنی یعنی که نادیده گرفته شدن یک از این موضوع ها میتونه تجارت به اون درجه موفقیتش نرسانه. ممکن اگر 2-3 تا همین فرمولا دپارتمنت ها در داخل تجارت ما نباشه و اون چیزی میخواستگی ما نتیجه در کاری در نرسیم. پس برای در تجارت موفق شدن و یک سیستم مستحکم ساختن ما ضرورت بر همین 7 دپارتمنت داریم. دپارتمنت یکم شخصیت صاحب کار است. این به مثال ستون مهره در ارگانیسم است. همین وظیفه ستون مهره میدانین از چی عبارت است؟ تصور کنید من همین ستون مهره ما تمام دست و پای ما همچون ستون مهره، یعنی ستون ارگانیسم ما ستون مهره است. تمام دیتالای دیگه ما در همین کشاله رنگ ویشوکه بریم. پس توسط همین ستون مهره یک شاه کانالی هست، حرام مغز میگذرد. یعنی تمام اینفورماسیا، تصمیم گیری، من مثلا یک خور در دست میخله، در حال سیگنال همین توسط ستون مهره به مغز میروه، کامپیوتر چیپ میروه و ابراد از اینجا میاد که در فلان قسمت بدن یک خور خلید احساس درد میشوه. همین در یک ثانیه، میلی ثانیه در میگذره همین پروسس. پس تمام تصمیم های اول و آخر هم میگرفتگی کی بوده است؟ صاحب کار، شخصیت صاحب کار. پس شخصیت صاحب کار خیلی شخصیت قوی بودنش در کار که در تصمیم گیری قرارها و اداره کنی تجارتش تنقیصی نکشه. دوم دپارتمنت فروش و مارکتینگ است. این چشم و گوشی مسئله است. سوم محصولات و صفات. این شعبه استحصالات است. عدل پرایس واست. یعنی که عدل پرایس واست بخش استحصالی این معده و روده است. ببینید هر چیزی که ما تناول میکنیم در معده ما هضم میشود، کارکرد میشود و اون ویتامین و کالری در کاری بعداً به ارگانیسم تقسیم میشود
و ادخاد با یک طرف، ویتامین ها یک طرف، همه را سرتیراف میکنه معده ما. این عدل پرایزواس و یعنی در داخل شرکت عدل هست که اشیاء خام از همه جا میبیاید، یا پروداکتی در کاری او پاکواد میشه و به بازار پیشنهاد میشه، یک محصولات بازارگذار. کمانده و فرهنگ آن این دست و پای شرکت است. مثالی که ما کمانده داریم، این دست و پای شرکتی ما است. ما به دست و پا حرکت کنه میتونیم، به پیش رفتن میتونیم. فینانس پول دیل مثلا ارگانیزاسیون، همین رول دیل در ارگانیزم چیه؟ نساسی ارگانیزم دیل است. خونه به گردش میده، کچد میکنه. خب در یک سوتکه تقریبا نمیدونم، اگر خطا نکنم زیاده 1.5 تن بود یا 3 تن خونه، همین خیلی تا 5 تن بود، نمیدونم 7 تن 6-7 تن خونه گردش میده دیل. این معنیش میدونین چیه؟ یا عدل هست دپارتمنت در درون بیزنس، عدل فینانس یعنی نظارت پول، طرز درست گردش پول باید نظارت برد. در تجارتی که پول در گردش نیست فایده نیست، تجارت هلاک میشه، از بین میبره. مثل که خون از گردش مان ارگانیسم هلاک میشه. یا که یک بیماری هست اریتمیا، همین ریتم کار دل خراب کشید، نادرست پول گردش خورد، در بودجت های نادرست صرفه شد، تجارت میتونه هلاک شود. دیگه عضوها سازن، دیگه پهلوهای تجارت سازن، مارکتینگ خوبه، فروش خوبه، پول نادرست اداره شده است. ما در این موضوع مفصل صحبت میکنیم. فقط حاضره در رول و مهمیت جایگاه همین دپارتمنت درک کنیم که چی جایگاهی دارد. منیجمنت روانها، این عدل کنترل کچ میگن، شعبه نظارت صفت، منیجمنت اداره کنی. در داخل بیزنس هزارها پروسس های میگذرد که نیاز و ضرورت به اداره کنی دارد. طرز درست اداره کنی پروسس ها چی خیلی میگذره، اینم گفتم میگذریم. استراتژی وسیع شوی، این مغزی سر است. ببینید اینفورماسیا از چشم و گوش ما تحلیل همه بررسی شد. مثال عدل استراتژی، اینا عدل رزویتیان میگن، عدل رشد، شعبه رشد که در این شعبه این مثال مغزی سر در ارگانیسم است. مغز ارگانیزاسیون عدل رزویتیه، دور میدیدگی. کدام وقت شرکت ما حاضر تیار شدگی است، از کجا فهمیم که وقتش رسیده تجارت وسیع کنیم. بعضی پرژدیورین من رشیرینی گفتنی گپ هست. بعضن حالتهای دیدن که فهمیش علمی وسیع کنی تجارت نیست، همین که یک توچکه به جای فایده رسیدگی است، در حال دوم سوم توچکه چهارم توچکه را با دیدن که با از خفو با ابرد نه چهارم توچکه را محکم سوم با ابرد با یکم توچکه آمدن.